سلام بچه ها، امروز قدیم یه عالمه کیمدی باز کنیم. کیمدی ها رو بیم یه عالمه یه پک 24 تایی گرفته بودم، چند تاشو باز کردم، یه دونه‌شو همین الان باز کردم تازه. دیماریا در بردم، اولین تیمش رئال بود و جون و 2 تا برچسب. یه برچسبش خیلی خداییش خفنه، برچسب زلاتان سومین تیمش یعنی PSG. اکشن فیگور هم که ایشونو در بردیم دیگه. خب این کارت اینجا داخلش یکم معلومه ولی خوب معلوم نیست. چی کارتی؟ آه توتیه فکر کنم یکیش. آها کلاب چلسی، به به خوبه، خدایش خوبه. برچسبم زیاد بد نیست، خوبه، ولی من بارسایی نیستم و بارسایی هم داد. بارسایی ها رو زیاد نمیشناسم بابا. بابا اکشن فیگورم همونو، اشکال نداره. پک بعدی پرقدرت، نه این دفعه آبی باز نمی کنم، بنفش باز می کنم. بنفش رنگ عشقه، شوخی کردم. ادوانس بارسا، ولی کاش که رونالدینیو باشه. مارتینز داد، اینم که چیز برچسب 2 تا کارت قبلی و ایشون دیگه اشکال نداره، به امید اینکه دوباره بارسایی نده. کاش که تیم 205 هم ایرانی ها رو داشت. واسه این کارت خوبه، پرایمه 4مین تیمش. به خدا من که میدونم این لواندوفسکیه، آخه به غیر از لواندوفسکی من دیگه کسی رو نمیشناسم 4مین تیمش باشه بایرن مونیخ. بعد این که جک گریلیش همراهش برچسب رونالدو، من اینو دارم کارتشو، ولی خیلی خفنه. جود بلینگام هم همراهش بود داره. و به خدا این لواندوفسکیه. دیدین؟ من به خدا اصلا هیچ توپ نزدم، ندیدم. پکی سیلتی بریم. امضا الهلال نیمار. آره نیمار من داشتم. آقای هنری که فوتبالم خداحافظی کرده. ایشون خب بریم سراغ پک بعدی. رویال ترکیه، آرداگولر. نه آرداگولر نیست، ولی من خیلی آرداگولر رو دوست دارم. آرداگولر نیست، بیسیک رئال، جود بلینگام. نه ولی بازم رویال در آوردیم، خوبه. برچسب پکای قبلیم. دیدا باشه من خدا. نه دیدا نبود، اگه دیدا بود می‌خواستم پاره کنم. ببخش من دیدا رو دوست دارم ولی خیلی دیدا دارم. یه پک صورتی دیگه، معذرت. کارت تکراری داد، بلینگام و چی فکر کنم. نه داخل این پک خوشگل رونالدو، دوباره اینو در آوردم. بهشون اجازه بدین این پک رو باز کنیم. باز میکنم، بقیهش مال پارت بعد. توتی رئال، رودریگو دارم. چرا انقدر تکراری میدی داداش؟
این برچسبه و اینم کارته. واقعا خوشحال نیستم. یک کارت بعدی و دیگه یه چیزی بده ما خوشحال شیم. ادوانس بایر مونیخ کیه؟ خیلی بد داد، خیلی بد داد. من اصلا فن هیچ کدوم از اینا نیستم. اشکال نداره، بریم برای نه تا ویدیوی دیگه. خداحافظ.